یک فرمولای عادی است. ببینید شما هر روز به همدیگر سلام میدهید. سلام یعنی کلمه سلام، اینا شما سحر به هم سلام میگید. در می کوچه هم بینید، در روی حولی هم بینید، چی میگید؟ سلام. سلام. و او طرف به شما میگید سلام یا و علیکم سلام. سلام چی است معناش؟ کلمه سلام یعنی که صلح، امنیت، آرامی، بی خطری. این بله عربا مذاکره صلح میکنن میگن مفاوضات سلام، یعنی سلام یعنی صلح، آرامی. بنابراین شما هر روز به هم دیگر دست داده میگه السلام علیکم. ترجمهش میشه که از طرف من به تو صلح و امنیت اعلان میکنم. یعنی شما با سلام کردن با او رفیق وعده میدهید، میگه السلام یعنی که از طرف من به تو صلح، ثبات. گفتی همین خودتان بگرد، از طرف من نترس. یعنی شما با سلام خود اعلان میکنید به رفیقت که به تو صلح، ثبات، امنیت از طرف من، یعنی من به تو یگان خطر ندارم، خلل ندارم. و اونم در جواب چی میگه؟ سلام. یا که اگر پورش گم و علیک السلام، یا جمع باشه و علیکم السلام. و علیک السلام یعنی که و به تو هم از طرف من صلح اعلان میشد، امنیت اعلان میشد، به خطری، یعنی من هم به تو یگان آسیب ضرر نمیرسونم. ببینید شما هر روز سلام میکنید. من میخواستم اگر گنرالی عزیز اجازه دهن دو نفر اینجا برید یک بار سلام کنید، من فهمونم دو کس پیش بیاید، دو نفر به غیرت او انم خیر میشد. انا اینجا استید روبروی همدیگر. انا که سلام میکنه شما میگی السلام. اول شما دست دراز کنید سلام، تمام. انا اینجا سلام. انا ببینید در همین حالت شما شرطنامه امضا کردید، قرارداد کردید که از طرف من سلام یعنی صلح و امنیت و بخطری. او هم گفت که از طرف من هم به تو سلام. یعنی شما هر سحر با یک بار دیگه سلام کنیم بچه ها. نه دیدین همی حالت استین، همی حالت شما با هم دیگر دست دادید که من وعده میدهم که به تو یگان آسیب آزار نمیرسونم. و اون در جواب گفت که من هم وعده میدهم که به تو یگان آسیب نمیرسونم. یعنی شما با همین سلام دست دادید، شرطنامه جوان مرده امضا کردید. این همی حتی عالم جنایتکارا اگر به دیگر وعدت یا سلام کنه دیگه یک دیگرش نمیرسد. بنابراین شما هر باری که سلام داده دنم خیل شما گید که من با این برادر همی سحر شرطنامه کردم که از طرف من به تو صلح، او هم وعده داد از طرف تو به من صلح، از طرف من به تو صلح. بنابراین همی شرطنامه جوانمردی باید ویران نشود. شما نمیره در عمل نگاه کنید که هم یک تبسم کردید، سلام کردید، تمام شما دوست شدید، شما دیگه حق ندارید. انا که بشینید بچه ها گذارید بخشش. خب بینید انا میخواه سلام کردید، کسی که همین شرطنامهش ویران کرده برادرش میزند، آزار میدید و یلکی به نامرد داخل میشد. همین نیست؟ چون که شما سلام دادی، به مردک تعهد کردی، عهد کردی، وعده دادی که اینا من از طرف خود به تو اعلان میکنم یگان ضرر نه. او هم وعده داد، چقدر بعد یک ساعت او را یک شپاتی زدی. انا برای همی کسی که همی دو چیز نمیفهمه، یکم این که نمیفهمه که کشور مادری یگانه ما همه برادریم، دویم نمیفهمه که سلام یک قولی جوانمردی بود، سخنش شکستن ممکن نیست، قسم هستین. پس اگر امیره میشکند ما میگیم این بسیار نامرد بده است. بنابراین همون سربازی که سرباز دیگر آزار میدهد،
او نه تنها به ادب است، او نامرد است. فهمون؟ بنابراین شما کوشش کنید که با واسطه همین سرود ملی برادری هم شوید. با واسطه سلام این پرول ما است و دیگر همچو علامت، همچو سیگنالی دوستی میتیم. بنابراین من آرزو دارم که در قسم حربی شما انمو برادری، هموطنی، فرزند یک مادر بودن احساس شود و انمو سلام جوانمردی همچو یک قانون جوانمردی کار کند و کسی رو آزار ندهد. این بچه‌هایی که نو آمدن هر یکش فرزند یک مادر است. بنابراین شما تصور کنید که او هم برادر شماست. انمی خیل تمام دوره 2 سال یا 1 سال خدمت خود را در محیط برادرانه، در محیط همدیگر فهمی، در محیط سلام و صلح گذرانید. انمی آرزوی ما سلامت باشد، موفق باشد.